معماری و طراحی این مسجد توسط اسحاق چمبرز معمار مشهور آن دوره انجام شد، اما این مسجد توسط ویلهلم لانترس مستشرق ساخته شد. در ساخت مسجد شاهجهان از سنگ‌های گران قیمت استفاده شده. همچنین بنای ساختمان مسجد شامل گنبد، مناره، حولی است. سبک ساخت مسجد از جمله برجسته ترین سبک های ساخت آن زمان می باشد. اینجا اولین مسجد هست که در لندن ساخته شده در سال 1889. قسمی که می بینین این مسجد قدیمی ترین مسجد لندن است. در سال 1889 یک خانم پشتون از نخستین بار لانتر زمین مسجد شاهجهان را خریداری کرده و مؤسسه ترویج ادبیات شرقی در محوطه مسجد تأسیس نمود. آن زمان مسجد تنها محل رسمی عبادت اسلامی در انگلستان بود. مقامات و دانشجویان مهمانان مهم از جمله عبدالکریم وزیر مسلمانان هندی ملکه به این مسجد رفت. البته اینجا فعلا نماز خوانده نمیشه. یک جای دیگر را ایجاد کردن برای نمازگزاران، برای طفلایی که میایین اینجا قرآن میخوانن و اینجا فقط برای یک نمایش و یا کسایی که میایین و دیدن مسجد فعلا وجود داره. در چند قدم دورتر از اینجا قبرهایی است که در جنگ جهانی اول کسانی که کشته شدن مسلمان بودن و همچنان در جنگ کشته شدن آوردن اینجا دفن کردن. اما با مرگ لایتنر در سال 1899 مسجد بسته شد. از زمان مرگ لایتنر پایه‌گذار مؤسس ترویج ادبیات شرقی تا سال 1912 مسجد شاهجهان رونق و اهمیت گذشته خود را داشت. پس از مرگ لایتنر پسر او سعی داشت مسجد را بفروشد، اما خواجه کمال الدین یکی از وزرای برجسته کشمیری بنیانگذار دفتر کاری مسلمانان در ووکینگ از دست او به دادگاه شکایت کرد. در نهایت موفق شد با قیمت کم شاهجهان را از پسر لایتنر بخرد. پس از آن خواجه شروع به بازسازی، تعمیر و احیای مسجد نمود. بار دیگر درهای شاهجهان در سال 1913 بر روی عموم باز شد.